وینچ تویا رو داریم و این یکی از تاچ پنل‌های خیلی مرغوب تویا هست با چند کاره مختلف که بهتون امروز قراره آموزشش رو بدم. خب همینطوری که پشت خود این تاچ پنل رو می‌بینید باید داخل قوطی مخصوص خودش نصب بشه که داخل خود جعبه‌اش هست و تجهیزاتش کامله. این تاچ پنل هم سیستم صوتی هستش، هم گیتوی زیگبی و هم کنترل کننده تجهیزات هوشمند تویا هستش. حالا به اسم و مارک‌های مختلف میفروشن ولی اینا اکثرا تاچ پنل های خود تویا هست. خب ما اینجا ورودی برق رو داریم، فاز 0 ارت که به اینجا وصل میشه. خروجی های خود اسپیکر رو داریم که شما میتونید از 8 تا 16 اسپیکر مختلف این قسمت وصل کنید. پورت های ورودی رو داریم، SD کارت رو داریم، پورت USB رو داریم، کلید آن و آف رو داریم، میکروفون و دکمه ریست و قسمت بالاش که کاملا کویره، قسمت چپش هم کویره و قسمت راستش حالا اسپیکر داخلی خودش رو داره. یه کلیدی برای کنترل حالا صوت و اینکه شما بخواید حالا شورتکات مختلف رو بذارید که تو ویدیو بهتون آموزش میدم به چه صورت. من اینو وصل کنم، روشنش کنم که بهتون نشون بدم. خب این تاچ پنل رو ما روشن کردیم. من برقو خاموش کنم که راحت تر باشیم، نور نخوابه. خب یه چند ثانیه طول میکشه تا خود تاچ پنل بیاد بالا. این پیچ گوشتی ها و تجهیزات جانبیش داخل خود جعبش هست، نگران نباشید. یه گرافیک خیلی قشنگی هم داره زمان بالا اومدن خود تاچ پنل. حالا شاید فرمش تو این ویدیو اینطوری افتاده باشه ولی خب فرم کشیده‌ای داره و کاملا هم از متریال خیلی خوب استفاده شده. این بکلایت پشت خود این کلید رو میبینید، این صفحه اصلیش هستش که همینجا صوت رو بهتون میده و شما حالا اسپیکر داخلی هم داره، میتونید از اسپیکرهای داخلیش هم استفاده کنید. مثال من رو میخوام از اسپیکر داخلی خودش هم بخواند، میتونم تنظیمات مختلف رو انجام بدم که حالا بعدا بهتون آموزش میدم. فقط یه نکته وجود داره، اد کردن این بسیار کار ساده ایه. یعنی شما گزینه دیوایس رو زمانی که بزنید یک QR کدی بهتون میده، البته زمانی که حالا چه از طریق کابل لن یا از طریق وای فای بخواد به مودمتون وصل بشه. حالا من از طریق کابل لن اینو اتصال میدم که بهتون آموزش بدم که به چه صورت هستش. من کابل لنمو اتصال دادم، گزینه دیوایس رو زدم، ببینید QR کد رو آورد. حالا یکم این تصویر رو کوچیک‌تر میکنم، میرم تو برنامه تویا، گزینه اسکن رو میزنم. باید این QR کد رو اسکن کنه، سریع شناخت، گزینه تایید رو میزنم و به همین راحتی تاچ پنل اد میشه و تجهیزاتی که شما روی اپلیکیشن تویاتون دارید روی این تاچ پنل اضافه میشه براتون. حالا تصویر فریز شده. خب به این صورت تجهیزاتی که من روی گوشیم داشتم روی اینجا هم میتونم مدیریت کنم. مثلا دوربین مدار بسته خودم رو ببینم که داخل خود اینجا هستش، یا اینکه بخوام حالا مثال کلیدی رو کنترل بکنم، کلید سالنم رو کنترل بکنم و چیزهای مختلف دیگه مثل تاچ پنل میتونه عمل کنه. گیتوی زیگبی هم هست. در 2 زون مختلف شما میتونید صوتتون رو مدیریت کنید. مثال زون 1 رو قطع کنید، سویچ رو فعال میکنم، زون 1 رو فعال میکنم، زون 2 رو غیر فعال میکنم. این چه زمانی به دردتون میخوره؟ شما مثلا 2 طبقه دارید، میخواید از یه تاچ پنل استفاده کنید، میخواید طبقه بالا رو کاملا مدیریت کنید، مثال وصل کنید، طبقه پایین رو قطع بکنید. اینی که بستگی به خودتون داره، این آپشن رو بهتون میده و در هر زون شما صدا رو کم یا زیاد کنید. یعنی اگر زون 1 4 تا اسپیکر وصل طبقه پایین، من صداش رو کم کنم، فقط طبقه بالا پخشه.
رادیو اینترنتی های مختلف هم بهتون میده، شورتکات های مختلف میتونید بذارید، سناریوهای مختلف رو میتونید اجرا بکنید، گروه بندی بکنید. حالا تو این گروه بندی های مختلف بتونید ببینید، تنظیمات خود اندرویدی خودش هست و حالا آپشن های مختلف دیگه ای که بسته به نیازتون میتونید مدیریت بکنید. یه گزینه جالبی هم که داره، هم ورودی و هم خروجی پورت AUX رو داره. حالا این به چه دردی میخوره بستگی به نیاز شما، بستگی به پروژه شما. شما میتونید این رو استفاده کنید. من پورت لنش رو بکنم اینجا بهتون آموزش بدم به چه صورته. ببینید توی این قسمت شما ورودی و خروجی های AUX رو دارید. یعنی شما اگه تلویزیونی دارید یا وسیله دارید که میخواید به این تاچ پنل وصل کنید و صدا رو از طریق اسپیکر سخت بشنوید، میتونید به ورودی AUX این وصل کنید و از خروجی این هم میتونید به چیزهای مختلف وصل کنید. ورودی یا خروجی حالا بستگی به نیازتون داره دیگه. حالا هر کاری که دلتون خواست میتونید انجام بدید. و ساب ووفر میتونید به این وصل کنید و RS485 هم ساپورت میکنه و پورت لند داره. کلا یک چیز کاملا کارراه اندازیه و با یک هزینه شما میتونید چند تا گزینه رو داشته باشید.